سلام بردار دالتون هستم. اینجا 2 نفر جوانی که میبینید اومده پمپ بنزین بدنه 207 میاد میزنه بهش و میاد بیرون، چاقو میکشه بیرون. اینا فرار میکنن و جالبم اینجاست که اینا خیلی ریلکس هستن و مثل اینکه یه دخترم باهاشونه و من نمیدونم قضیه چه. انگار جوری شده که موتور اینا رو به سرقت رسونده بوده و اینا اومده پس بگیرن، ولی تو رسانه ها گفته شده که یعنی تو رسانه های مجازی سرقت رسیده شده این موتور توسط این 207 ها. حالا قضاوتم با شماست، من نمیدونم چی بگم. ولی اینجا نگاه میکنید که خیلی راحت و ریلکس برمیداره موتور رو میبره که موتور خودشون بوده انگار. و اینکه اگر از این ویدیو خوشت اومد کانال منم لایک و سابسکرایب کن که هر روز ویدیوهای جدید و متنوعی براتون از دزدی میذارم.